برای بادمینتون بزرگ تاجیکستان کمی هم دشواری می‌رود، اما قدم‌های بزرگ هم گذاشته نشوند. بیایید به میدان برگردیم و اونجایی که حالا بازی‌های نیمه‌ای شروع می‌شوند. پیش از همه اینجا در رقابت اول بین بادمینتون بازان 15 ساله در فینال این بخوری‌ها از ازبکستان حسین مختارов و صفیه زکیرova باز میکنند که حالا اینجا در میدان تمرینات آن رو تماشا میکنید. در مقابل مصطفی ملیکجان و علیسا کولیشova از قزاقستان. ما این بازی‌های آنها رو دیروز هم تماشا کرده بودیم. درجهشون بهتر است از آنهایی که البته در فینال نبرآمدند، ولی ارزنده هم آنها اینجا در فینال بازی هنرنمایی خواهند کرد. در این برابر در اینجا امروز ما شاهد 10 بخوری نیمه‌ای میشویم و اصلا این میان آنها منظور شما میگرد که در همین میدانی که در اختیار ما هست حالا بازی میکنند. این روز میدان دوم است. اگر همه روزه در اینجا در 4 میدان با هم بازی کرده باشند، پس امروز تنها گذراندن رقابت‌های فینالی در 2 میدان در نظر گرفته شده است. در برابر این بخوری باز در دومین میدان سیفالدین مختارov از ازبکستان با ستوره‌بانو محمودova در مقابل عبدالودود مومنov از ازبکستان و سوفیانه عبدالرحیمova از ازبکستان با هم خواهد می‌آزمایند. این بخوری بین تنیس‌بازان 17 ساله است. حالا بیایید یک لحظه توجه بکنیم اینجا از جانبی که حالا بله داور بخوری سیلا شفیعیان از جمهوری اسلامی ایران حالا آغاز بخوری رو بله حسین مختارov و صفیه زکیرova را از ازبکستان معرفی میکنند که آنها در اکران‌های ما شما هستند. بله نسبت به حریفان قزاق خود از روی قد و قامت فرق میکنند. و از طرف دیگر علیسا کولیشova در اکران‌های ما شما برجسته است. مصطفی ملیکجان از قزاقستان این همانی هست که حالا آماده باشد برای قبولی توپ و شروع میشود بخوری با همین اسلوبی که حالا ما شما دیدیم اینجا. علیسا کولیشova مصطفی دیروز خیلی خوب بازی کرد. بسیار ضربه‌هایش سخت هستند و برابر این در حالی که اینجا ما نظر میکنیم خوب آن نمولود 2-1 است که قزاقستان حالا در صفحه پیش قرار دارد و صفیه زکیرova بازی را با پورگی به دست گرفت و در اینجا با آوت میزند مصطفی ملیکجان. بسیار سرعتی بدم زیبا آوت بود یا نه؟ 2-2 حساب است و حالا چی میگه 3-2 و قزاق‌ها اینجا حالا با برتری صاحب هستند. بله مصطفی ملیکجان و علیسا کولیشova و در این مورد حرکت حساب تغییر می‌یابد 4-2. بسیار صورتی بازی خوب است و حالا حسین مختارov را دیدید چگونه یک ضربه را زد که بسیار دشوار بود و او در حقیقت مایلانه بازی میکرد. چون حرکت اینجا دسته ازبکستان به صفحه پیش میبراید 5-3. من نهایت صفیه زکیرova به اشتباه راه داد. حساب 4-5. خب یک مرتبه دیگر دوستان گرامی همین رو هم دوستانی هستم که در این جایی که حسین مختارov
бадминтон бозони Ӯзбекистон ҳоло дар сои пеш ҳастанд ва мавриди таваҷҷӯҳи мо ҳам қарор мегиранд. Инҷо гурӯҳи доварон муборакаи бо Сино Шафеиён аз Лиги Исламии Ирон довари бухурӣ шинос шудем. Инҷо Нилуфар Саидова Фаруқ Кӯмак мерасонанд. дар такрори нимаи аввали сети аввал аст. бозӣ баробар, ҷолиб, ниҳоят хуб ва фикр мекунам ки дар ин баробар ҳоло чун мо дар бораи бухурӣ дастаи Ӯзбекистон, яъне ҷуфти омехтаи Ӯзбекистон сухан гуфтем. дар мавриди худ Мустафо Маликҷан ва Алиса Кулешова аз Қазоқистон дар даври аввал онҳо ҳам озод буданд. дар даври дуввум вохӯриашон бо Меҷурраҳмон Миркаламов ва Элёза Яхшиликова сурат гирифт ва онҳо инҷо ҳам пирӯз шуданд. دوستان گرامی، در این لحظه бадминтон бозони Қазоқистон ба сафи пеш мераванд. 14-12, яъне бояд ду имтиёзи бештарро гирифтанд ва бори аввал аст ки онҳо дар сафи пеш қарор доранд. вале ҳамагӣ як имтиёз байни онҳо ҳаст ва хуб бозӣ мекунанд. инҷо бори дигар мусидин Мухторов ҳисоб аз нав баробар мешавад. як финали баробар дар сети аввал миёни ин бадминтон бозон шурӯъ шудааст. тамошобоб ҳам ҳаст. инҷо бояд хеле хуб инҷо акун Мустафо Маликҷан фирем медиҳад ҳам Сафия ва ҳам Ҳусниддинро. аммо Ҳусниддин бубинед чӣ гуна ин тӯбро гирифт, вале тӯб ба беруни майдон рафт. боз як имтиёз байнашон мемонад. ҳоло 16-15 ва ман ин разбори ҳунармандии ҳазоходшон сухан гуфтам. инҷо бодав гуфтам ҳамин вохӯрие ки бо ҷуфти омехтаи Ӯзбекистон дар вохӯриҳои пешина вохӯриданд бисёр аҷиб буд. Мустафо Маликҷон ва Алиса Кулешова дар сети аввал бохтанд 19-21, баъдан 21-14, 21-17 пирӯзӣ ба даст оварданд. дар ин баробар онҳо бар теннисбозони бар бадминтонбозони мо ҳам пирӯзӣ ба даст оварданд. Аҳмадҷон Мусофиров ва Сумайяхон Ҳасанова аз дасти Мустафо Маликҷан ва Алиса Кулешова 21-19, 21-10 нишонашон мағлуб шуданд ва акун ҳоло тӯб дар майдон аст. тӯб дар майдон аст ва Ҳусниддин Мухторов қаноатманд. бисёр каси баланд дорад ва бисёр зебо. ҳисоб 19-18 мешавад. Ӯзбекистон бадминтон бозони Ӯзбекистон ба сафи пеш мебароянд. Ҳусниддин бисёр хуб дифоъ мекунад, вале ба ҳамон ҳисоб баробар аст. 19-19 ҷолибтарин вохӯрӣ шурӯъ шудааст. инҷо Ҳусниддин хато мекунад ва аут мезанад ва имсоле ки тақдири ин сетро ҳал хоҳад кард. агар ба шарти қазоқҳо ба он пирӯз шаванд, на ҳисоб баробар мешавад. 20-20. ин дар ҳақиқат дӯстони гироми ин вохӯриҳои пешина нест, аги дилгир бошанд. имрӯз бадминтон бозони ҳарду кишвар дар ҷуфти омехта маҳорати
صدایش پس است، اما همون جستش و دیدش در میدان آفرین و اینجا دوستان گرامی سیتی اول با پیروزی حسین مختار و از ازبکستان و صفیه زکی رو از ازبکستان پاییزهای 22 و 20 و پای 20 به انجام رسد و 21-20 بود دوستان گرامی، یک نه 22 20 بود ولی 20 بود و دو امتیاز لازم بود و فکر میکنم که 22 20 این بسیار نتیجه عالی شد و ما از اون یک روحان هم کردیم. حالا از روی تکرار این بازی نشد شما ببینید که چگونه حسین مختارف بسیار هم تیز بازی میکند، بسیار هم بدن میجهد، بسیار هم ضربه های سخت میزند. عموما بازی نخستی فینالی بین حسین مختارف صفیه زکی و مصطفی ملیکجان و علیسا کولیچ از قزاقستان بسیار جالب و زیبا میگذرد. این جفتی آمیخته بین نورسان و تاج منتقل است. و برابر هستند. گمان میکنم که اینجا در دو بست یا خود ست اینجا برآمد کردن خوبه با ما تنیس بازانی تو وقت تنیس بازان نگم بادمینتون بازانی بادمینتون خیلی کم میگم چون که چنین مسابقه ها خیلی کم در جمهوری هم میگذارند و بعدا در جهان موسیقی هم کم بازی های بادمینتون پخش میشوند در قنوات تلویزیونی دیگر جای باز با تنیس هم نزدیک است با والیبال هم اینجا با تنیس بیشتر است و اکنون ستی اینو شروع کردید و علیسا کولیچ با یک ضربه خوب و پیش میبرد ولی در همین مورد حسین مختارف شما باز برابر میکند. نه حالا 0-2 است. اینجا در حالت ولی اینجا باز یک امتیاز دیگر، این اولین امتیاز از ازبکستانی ها بود ولی 3-1. در اینجا بعض اشتباه هم بودن در اون روزهایی که ما گذاشته مسابقه داشتیم. بعضا امتیاز ها برطرف کرده میشدند، بعضی دیگر زم خوب این واقعا رو من نو از گروه مربیان دسته بزرگ تاجیکستان خصوص نگفتن ولی این چنین یکم دیو اینجا دارن ولی بازی از همه مهم است که خوب بودن، یک تجربه زیاده برای بادمینتون بازی ما شدند و حالا هم اینجا حساب به نفع قزاقستان است. 4-2 و حساب تغییر می‌یابد. 3-4 اکنون ضربه کولیچ بهتر بود از آن که صفیه هم خوب میتوانست این ضربه را کار کند ولی دیدید روبرویش بود ضربه و این ارسال را ببینید، ارسال عجیب 6-3 و جفتی آمیخته‌ای قزاق‌ها حالا در اینجا برتری دارد. اما ببینید حسین را چگونه معجزه می‌آفرد. اما اینجا در این مورد ضربه‌ای که زد از دوری بین نگذشت و باوت می‌زند کولیچ و علیسا کولیچ و بیرون می‌زند. حساب 4-7 اگر خطا نکنم 4-7 و باز یک معجزه آفری مصطفی ملیکجان قزاق 8-4 یک برابر در پیش هستند. توپ در میدان است. مصطفی ملیکجان اینجا سریع وقت این توپ رو برگردونید. 9-4
و 10 برقرار شد. اینجا حسن‌الدین مختارов و صفیه زکیروی ازبکستانی که در کارهای مغول اکسیدیم علاقه 11-4 این حساب بزرگ است. در ست اول ما بازی برابر و نیمت پوشیدن رو دیدیم. حالا باشد کمی هم باشد حسن‌الدین مختارov و صفیه زکیرov از ازبکستان در مقابل مصطفی ملیکجان و علیسا کلیشوا سوستر بازی میکنند. یعنی هنرنمایی مصطفی ملیکجان در ست دوم بهتر شد، ولی نظرهای هستند که بسیار جالب هستند. بادمینتون هم با همین زیبایی‌اش با دیدگاه جای میشود. من در گزارش دیروز هم گفتم که سالهایی که ما قبول کودک بودیم این دسترسی به بادمینتون خیلی آسان بود. در همه جا راکتکه‌ها فروخته میشدن، ولن یا خودروبی که بازی میکردن اینجا هم دسترس بود و ارزان هم بودن. بسیاری ما بازی کردیم. ولی آهسته اینجا فدراسیای بادمینتون تاجیکستان تحت رهبری کبیرجان جورالودا بسیار تدبیرهای زیاده برای پیشرفت بادمینتون می‌بیند. زیرا صحبت داشتم گفتم با مربیان بسیاری آنها علاقه تحصیل خود را در خارج برگزار میکنند و از نویگری و اصولهای این رشته برخوردار میگردند. همه پیشروی خواهد بود. اول کلیش را به آت میزند. حساب 12-6 بله اینجا ذکی بودن از هم رول اساسی بود. در صفیه ذکی را دیگه چگونه مصطفی ملیکجان را در حالت ناگوار گذاشت و امتیاز 7 رو به دستش آورد و این اول باشد که صفیه توپ رو به بیرون میدان میزند. 13-7 در مجموع 1-0 است. بله اینجا ببینید اگر صفیه زکیرov این توپ رو نمیگردان تو به بیرون میدان رفته بود. من مثل همین 8-14 کلیشوا اینجا ختم میکنه. و چون این مسابقه و پایان میرسد 8-15 اختراش نه صفیه کمی با این تو دیرتر رسید و ولن خیلی گفتم بسیاری از ما خوش میکنم که ولن هم بگیر. نه این ولن در این بازی شاید در زبانهای روسی هست، در زبان انگلیسی هم به طور دیگر بیان میکنند، اما این توپ است که زده میشود و حمایت ببینید از جانب حسن‌الدین در آخر مورد توپ نگذاشت و خوب حمایت میکند. حسن‌الدین 17 شد، 17-9 و حالا دومین امتیاز را حسن‌الدین به دستش می‌آورد. 17-10 و ستی دوم به نفع مصطفی ملیکجان و علیسا کلیشوا قزاق است. و ضربه میاد، ضربه خوب از جانب مصطفی ملیکجان 18-11 حساب 1-0 به نفع ازبکستان است. اما حساب برابر خواهد شد. یعنی فرق خالقها 7 امتیاز است. باز یک امتیاز دیگر را از دست میدهد. اینجا حسن‌الدین 19 و کلیشوا در رو برای
و اکنون سیتی حل کننده و معرض تماشا گذاشته می شود. یک بازی در حقیقت دیدنی، یک بازی خیلی زیبا. حالا مربی ازبکستانی حسین و سفیر رو میگه که چگونه تغییر بازی کنند و به لحظه‌های بازی رو هم لحظه تماشا میکنیم. بسیار جالب است. حالا میان بادمینتون بازی ما اونایی که با ریتینگ بلند سازمان باشند، یعنی در عربی جهانی گلوستان کم هستند، اما تعلیم رو خوب میدونیم. بازی انتخابی المپی در همین میدان از روز هفتم شروع شده. آنهایی که در آنجا پیروز میشوند با امتیازهای المپی رو اول صدور میشوند و بازی المپی پاریس 2024 شاید بعضی رو خط بگیرند، بعضی دیگر خوب امتیازها رو جمع میارند. با این مسابقه تنها اونهایی که در رده‌بندی خیلی بالا میستند با اینجا میآیند، ولی برای تنیس برای بادمینتون بازی تاجیکستان که الان در رده‌بندی جوی بلند ندارند، با آنها اجازه داده میشود در این مسابقه تکمیل دهند، خود را تجربه کنند. مثل همین رسول گرامی ادامه این بازی رو تماشا میکنیم و ببینید حسین مختار با سفیر زکیر و در بخوری نهایی جوشی آمیخته حالا شروع رو خیلی جالب کردن و باز دیگه در نتیجه برابر میشد یک بر یک. در جمع این بخوری 22-20 بود و بعدا 21-12 و حالا باش طبعا ببینیم صورت بازی خیلی تیز است و نیاید حسین مختار و جای خودی رو دیده یک دست زیبا هم دارد. بسیار صورتش بلند است در این بازی. شاید آینده این تنیس بازان هم اصلا در رده‌بندی جهانی اگر از بین یک نفر بهتر باشد، پس در آسیا قسم زیادی آنهایی که پیشرو هستند و همین آسیایی ها هستند. بسیار جالب، بسیار زیبا. دیدید دوستان گرامی چگونه اینجا زیبا بازی میکند. علی سکولیش و حتی با زمین افتاده بود و توانست که امتیاز کنند در حساب 3-4. ولی این اشتباه ساده است در بادمینتون، اشتباه نهایت ساده است که ما اینجا دیدیم و باز بار دیگر حسین مورد خود را نشان میدهد. کافی است اینجا نمایندگان دسته‌ها نشستند، تنیس بازانی که رقابت‌ها را به پایان رسانیدند. ولی ببینید مصطفی ملیکجان چگونه بازی میکند. با یک مهارت خوبش حساب 7-4. خب بار دیگر ملیکجان، بار دیگر مصطفی ملیکجان یا ملیکجان اینجا توانست حالا او همطور از مصطفی با حسین رو خیلی بحث کردیم. اکنون مصطفی نواز رو هم دستی در برش سخنهای عالی هم بگوییم، اما 8 حسین حالا همین حسین
тавре эҳсос мекунем, ин бохӯрии ниҳоӣ аст. Ин бозии ниҳоят ҷолиб аст. Бозии зебое ҳаст, ки мо шумо ҷуфти омехтаро мебинем. Ва ҳанӯз дар қасри теннис дар маҷмӯаи варзиши олӣ қарор дорем ва 11-9 аст. сети сеюми ҳафтназдаи ин бохӯрӣ ҷойҳои баъз мешавад, вале 11-9 ба нафи Ӯзбекистон аст. ин зарбаҳои пӯшида аз ҷониби София ва Ҳусейдин. ҳаминҷо бубинед чӣ гуна бозӣ кард Алиса Кулешова аз замин. вақте ки афтода буд, ин дуборо баргардонд. бисёр хеле хуб, ҷолиб. ин мавриди ин бадминтонбозон саркарӣ ёфта аст. онҳо таҷрибаи бой мегиранд. 15 сола ҳастанд ҳанӯз, аммо онҳоро дар майдонҳои бузург баъдан дидан мумкин аст. ба шарти дилбастагӣ аз бадминтон дур нараванд. хуб, дигар ин ирсолро бисёр ирсоли зебо буд аз ҷониби София ва як имтиёзи кор кард. бисёр наздик партоф анҷом медиҳад ва ин ҷо ҳам аз София ва аз Алиса Мустафо Меликҷан розӣ нест, ки чӣ гуна ӯ ин одро дурдароз аст ва Ҳусейдин боз як ҳолати мафтункунандаро бо истеъдодаш нишон медиҳад. Ӯзбекистон, аммо ирсол инҷо ғалат аст. 14-10 аст натиҷаи ин бохӯрӣ ба нафи Ӯзбекистон дар сети сеюми ҳалкунанда. 15-10 ва бисёр дар мавқеъияти хуб Мустафо Меликҷан ҷой дошт ва зарбаи хуб ҳам зад. хуб, натиҷаро бинед, 15-11 аст. мо дар бозии имрӯза албатта ҳамин гуна баландбозӣ кардан, парвозгор ба замин фаромадани тӯбро надида будем. инҷо буд ва онро Алиса Кулешова хуб истифода буд. бисёр хубу олӣ, бисёр зебо. 16-13 шуд. се имтиёз Ҳусейдин Мухторов ва София Закирова аз Ӯзбекистон пейсаф ҳастанд. ва акнун боз як имтиёзи дигар мегиранд. 17-13. бисёр олӣ аз ҷониби София Закирова. моёна бозӣ мекунад, бисёр муҷаллоб бозӣ мекунад. ин духтарчаи ки ҳоло дар майдони қасри тенниси Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад ва боз як имтиёзи дигар ба дасташ меорад. 19-13 ва онҳо фикр мекунанд ин пешсафиашонро аз даст нахоҳанд дод. аут 20 ва як имтиёзи дигар чемпионҳо маълум мешаванд. чемпионҳои ҷуфти омехта байни 15-солагҳо. Алиса Кулешова мезанад, лифтнашаванда аст. 20-14 ва ин як имтиёзи дигаре, ки барои Ӯзбекистон хоҳад буд. ба даст меояд. тӯб дар майдон буд ё на? Ҳоло як лаҳза на, тӯб дар майдон набуд. бодоварон хайрот мегӯянд. чемпионҳо Ҳусейдин Мухторов ва София Закирова аз Ӯзбекистон ҳастанд ва баъд ин ғалабаашон
بسیار بازی عجیب بود. دیروز اگر دیده باشد صفیه زکیر و بعد باختش در بخوری و انفرادی گیره کرده بود. شنوده بودیم چشمانش در چشمانش بود، حتی در ستی دویمی که بازی میکرد. اینقدر باشد بختش خندید، چمپیون است و با یک فخر افتخار به وطنش برمیگردد. یک جویت با اکسیژن مختارف خوب بخوری و امروز باز در دیگر رشته ها صورت میگیرند. اینجا بخوری انفرادی هم رو انتظار هستند. ببینید لحظه توقف میکنیم و انتظار شویم جفت دیگری که با این مجله که ما از آنجا بزرگش میکنیم نزدیک میشوند. همینطور دوستان گرامی، ما اولین غالب مسابقه چمپیونات منتقوی اسیوی مرکزی رو در جفتی آمیخته یافتیم. حسین مختارف از ازبکستان و صفیه زکیر و از ازبکستان هستند. خب مصطفی ملکجان و علیسا گولشوا از قزاقستان زینه دویم رو شروع کردند. در جفتی آمیخته دوستان گرامی سلیموف و همچنین جاسمین زویدو از تاجیکستان توانستند که زینه سوم را به دست بیاورند. به علاوه برنجی نسلی بادمینتون بازوی تاجیکستان است و اکنون توجه میکنیم به بخوری دویمی نیگویی اینجا در همان میدانی که ما اینجا گزارش میدیم. امیرعلی احمدلو از جمهوری اسلامی ایران
امیرعلی محمدپور شدمهری رو دیده بودیم. بسیار هم جولی بود. او در برابر احمد جان موسوفیروف بازی کرد. 21-2 توانست احمد جان موسوفیروف را از تاجیکستان مغلوب نماید. این بازیگر در حالی که بدن کرده کنم همین رو هم گفتنی هستم که محمد امیرعلی محمد ازبکستان که نوکر چمپیون شد مغلوب کرده بود در رقابت‌های انفرادی و حالا 21-16 بود. پس شدمهری خیلی هم قوی است و اینجا این ببینید امیرعلی باوت میفرستد. و اینجا اشتباه میکند امیرعلی محمدپور شدمهری و در نتیجه ایستاد 2-0 میشود. 2-0 است و در این حالی که ما میبینیم ایستاد 3-0 است. بازی جالبی امیرعلی ها. خب اینجا باوت میفرستد. پنج بر دو است. امیرعلی شدمهری در سر پیش است. در حالی که این واقعی رو ما دوستان تماشا میکنیم نسبتا از بازی که آمریکا بود در فینال این بازی فرق میکند. اینجا هم هر دو خورد شاید از یک طور هستند که با این بازی آمدند و ببینیم که چگونه خوب بازی میکنند هر دو و این زهره ها رو بگیرد تا آخرین لحظه اینجا و بازی گذاشته میشود و
بسیار خوب. اینجا باز یک ضربه دیگر در همین وقتی که ما میبینیم با آوت میرود. بله امیرعلی شادمیری رو خیلی خوب خیلی عالی بازی میکند و حساب هم در این برابری که هست تقریبا به نزدیک از 8-6 و با آوت میزند. نوشش امیرعلی شادمهری در صف پیش است و تو از باید نگذشت 11-7 امیرعلی شادمهری در صف پیش است. خب طرز اینجا دوستان گرامی میبینیم 10-12 هست در صف پیش. باز امیرعلی احمدلو است در صف پیش و حالا اینجا یک لحظه در حالی که اینجا حالا داوران اجازه میدن احمد بله اینجا شد مهری حالا احمد باز در صف پیش است. باز یک اینجا دیگر رو امیرعلی احمدلو میگیرد 14-10 مبارزه در پیش است و میتواند اینجا امیرعلی احمدلو تیزتر و صف پیش رود. امیرعلی محمدپور شادمهری یک چیز دیگر رو هم به دست آورد. اما اینجا آوت است. باز یک حالت دیگر برای امیرعلی است. شاید 12 بله 15 شد. امیرعلی احمدلو هر دو اصلا از حساب ضربه ها اینجا نسبت به یکدیگر تفاوت دارند. ارسال ها هم از جانب شادمهری بسیار بلند بودند. حالا احمدلو یک ضربه نیروی صحیح میزدند ولی دوم و این 16 امتیاز اینجا امیرعلی احمدلو به دست آورد. 16-12
ضربه‌هایش بسیار هم قدرتمند هستند. سرعت ضربه‌ها در این بازی که ما شما می‌بینیم نامش بادمینتون است بسیار هم بلند در بعضی حالت‌ها از تا 400 کیلومتر سرعت می‌رسد. همین گونه که رو ببینیم اینجا محمود می‌گوید درباره شادمهری که اینجا در مقابل خوبتر برآمد نمایی کنم. من گفتم که اینها در کدام رقابت‌ها در اینجا نمایی کردند که مویونه بود و اکنون امیرعلی شادمهری باز یک اشتباه دیگر میکند 18-4 و این بخوری به نقطه آخری خود نزدیک میشود. مقابلیت از جانب شادمهری کمتر است. حالا ببینید از حساب قریبا خوب کار میکند اینجا احمدلو و از نهم امتیاز را هم به خود منصوب میگرداند. خوب دست است که دراز است به هر جا این توپ را دسترس میکند و باز یک ضربه دیگر میزند و 19-15 19-15 است و ما شما باز یک چمپیون این بازی ها را خواهیم دید. چمپیونات منتقوی اوسیوی مرکزی است. خب دیگر خود با خوشگل از زیبا بازی کرد اما با میسر نشد. 16-15 16-20 و یک سال دیگر از جانب امیرعلی شادمهری است. 17-20 برابر کرده میتواند یا نه. این 90 کوتاه بازی میکند و اوت است یا نه اوت نیست. 21-17 این بخوری هم و پایان میرسد و طبعا میبینیم اکنون در اون فرام میرسد که یک لحظه تفریح هست اینجا و بعدا برنگردیم به این حالی که این بازی همین گونه ادامه دارد. بازی جالب است اما تفاوت به منفیت امیرعلی احمدلو بود. دولار ویرانیکا پیدان از قزاقستان حالا مورد توجه ما است. خود اینجا در مسئله تشکیل این مسابقه اینها هم بانوانی هستند که در روزهای گذشته در اینجا هنرنمایی کردند از همه دسته ها. حالا در این حالتی که ما دیدیم این بازیگران دسته ازبکستان هستند. خب شروع بازی 21-17 هست و اکنون اینجا مقابلیت را خواهیم دید. بسیار دشوار بود اما شادمهری خوب توانست اینجا برگردد این توپ را و در این مورد نه در این مورد احمدلو باز
امیرعلی‌ها در میدان در مقابل هم بازی تقریبا برابر می‌دهند ولی البته امیرعلی محمدپور شادمهری میگه که باید توپ ایواز کرده شود بلند ایواز کرده شود در این برابر ایده عنایتی و ظهور رباطی از جمهوری اسلامی ایران در میدان دوم که اینجا هست در رقابت نیرویی بازی دارند و بین 17 ساله هست نوراسون 17 ساله اینجا باشد با شما بخوری نیرویی نوراسون 15 ساله رو می‌بینیم انفرادی امیرعلی احمدلو از جمهوری اسلامی ایران که با پیراهن سیاه در میدان بازی دارد و همچنین امیرعلی محمدپور شادمهری و هم از جمهوری اسلامی ایران از جلو مورد توجه شما در پیکرانشی با برجسته است حساب 1-0 است و حالا احمدلو تو رو بیرون میدان میزند 4-3 و دیگه چگونه بازی میکند امیرعلی محمدپور شادمهری دو تو رو میشه بالا میزند و هوا یک بار دیگر بله یک تو بلند میزند یک تو کوتاه 5-4 احمدلو 5-4 و حالا بخوری باز ادامه دارد خوبی از اما در اصلین بازی هست یا اینها در میدان نشون میدهند و از جانب امیرعلی شادمهری این توپ بر بیرون میدان میرود 6-4 در بخوری انفرادی بادمینتون بازی ما با گیشت جای سازور نشدند عاقل قاسمی و سلیف سلیموف در جفت پیسران جای سوم رو گرفتند در بستری هم اونها جای سوم بودند در احتمال که شما گفتم سلیموف دویمین مدالی نقطه شروع برینجا شروع با جسمین دوی دو در جفتی اومیخته حالا اولیم جون عبدالرحیموف هم در دستوی مدالی برینجی گرفت و مسلمان و بانی 17 ساله ها و گرفتن مدالی نوبتی سیوم از تاجیکستان دست یافت این نوبت حالا ببینید ست دوم بسیار هم دراز در کردن شما این دست بسیار هم حرکت های جولی اینجا هستند برابری هستند اما امیرعلی شادمهری حالا در سری پیش 8-7 و اینجا بسیار ضربه عالی بسیار مهرانه و 9-7 امیرعلی شادمهری به سمت پیش می‌روید در سمت پیش بود اما با صورتش رو با دو امتیاز دخولی که حالا اینجا هست با همون روشن می‌کند 9-7 و به اوت می‌فرستد این وقتی که ما اینجا دوستانی رو می‌بینیم این البته در حالی که الله کشتگی می‌شکنند و یک لحظه خوش می‌کنم اینجا تابلو یا خود نموده‌هایی که اونجا هست یک نفر موردی مول می‌گردد و 11 حالا شد
شدمری بله جنبت بکنه سیتی دوم رو با 11 و لحظه توقف است و اینجا یک صورتی کوتاه اینجا البته مربیان هم با شاگردانشان دستور میدهند و ادامه بازی را خواهیم دید. لحظه‌های زیبای این بازی خوب برمیگردیم به بازی در حالی که 11 بر 7 اینجا لکه امیرعلی شدمری 12 امتیاز را نه امیرعلی احمدلو اینجا این امتیاز را پر کرد. خوب کوتاه بازی میکنند و مایرانه است اینجا از جانب احمدلو 9-11 و باز یک اشتباهی دیگر بعد در 3 امتیاز حساب 11-10 میشود. اول گرفتنی نبود احمدلو ولی بعدا این تو رو برگردونید گفت داخل میدان میافتد و دوباره میبینید خوب هم کرد 11-11 برابر است 4 امتیاز میسازد احمدلو و پنجمش را هم به منفعت خود انجام میدهد. خوب این لحظه چسبشی توپ در کوی باین کم بولد رو میدهد بدن هم میگویند توپ هم میگویند اصلا در ایران هم توپ استفاده میشود و امیرعلی احمدلو پای در پای اینجا اگر خطا نکنه چسبش ششمین امتیاز را به دست آورد. ادامه ست به نفع او است. کوتاه بازی میکنند ولی زیر همین پشتی همینطور میپرتافت و نهایت خطا هم کرد. 13-12 در فینال 15 ساله ها در وقوع انفرادی اوت برابری است. این از من باز به آن توجه کردم که در وقوع انفرادی تا 15 ساله ها در همین مورد احمد جان مصوفیوف از شهر دوشنبه صاحب جای سیم شد. ولی همین بازیکنانی که حالا اینجا در میدان هستند صاحب جای سیم از تاجیکستان است چون جفتی نوبتش میآید اینجا سبین نغمی و با سیاحت گرگلی و در جمعی دستوی صاحب جای سیم بودن و آنها هم جای سیم رو گرفتند. در جفتی امیخته احمد مصطفی با سمیه حسن و هم مدالهای برنجی را به خود اختصاص دادند. حالا 14-14 برابری در میدان است و از صورت بازی باز هم تسر نشود. احمدلو 15-14 این همون امیرعلی احمدلو امیرعلی 1 است که 1-0 در پیش است. امیرعلی 2 این شادمهری محمد پور بازیکن دیگر بدن جای خود را پیدا کرد. 16-15
خب من فکر کنم تولر قدر گرم نیست. حرارت بسیار هم مناسب است برای این بازی، ولی خستگی میشکنند ورزشکاران بادمینتون بازان و با بفرستد بازیگر شادمهر امیرعلی شادمهری 17-15. من فکر کنم در بازیش رو خستگی رو احساس میکنم، مثل که در جفتی آمیخته بازی رو مدیر چگونه سرعت بلند بود. 17-16 یک امتیاز فرق بین آنها است و با اوت بزند امیرعلی احمدلو برابر 17-17. خوب بسیار جانب بسیار بازی میکنند، که بازی کنیش کن عجیب است و طرز میبینیم اکنون احمدلو برتری خود رو باز هم بیشتر مینماید. بیستمین امتیاز است برای احمدلو. امیرعلی باز یک قدم دیگر و میتواند که اینجا بازی رو به پایان رساند. نه، اینجا اوت. 20-17. و تمام. 21-17. امیرعلی محمدپور شادمهری توپ را با همون طرزی که زده بود به توری بین زد و نهایت رکیکش را از دست پرت و با حساب 2-0 اینجا امیرعلی احمدلو از جمهوری ایران صاحب جای اول و امیرعلی محمدپور شادمهری از جمهوری ایران جای دوم را گرفتند. اما من شما گفتم که جای سوم اینجا نصیب احمد جان یوسفی رو خواهد نشانده شد که برای 15 ساله ها مدال برنجی رو میگیرد. این بخوری هم به انجام رسید و اکنون انتظار میشویم که باز در نزد ما کدام بازیگران به میدان آیند. باز یک جفت دیگر رو انتظار هستیم. احسان زورعی از جمهوری ایران و یک تا خوگر و میدان بازی خواهند آمد. لحظه ما برمیگردیم به لحظه های زیبای این بازی و لکه چمپیون ها رو ما دریافتیم.
برگردیم به خط تنیس و مسابقه منتخبی اسیوی مرکزی، یعنی چمپیونات منتخبی اسیوی مرکزی اوید با بادمینتون. این عرصه توپ 15 و 17 ساله که اونها مورد توجه ما بخوری سلیم نیویی پیشکش می‌گردد. تایسون زوری از جمهوری اسلامی ایران و یکتا کوگر از جمهوری اسلامی ایران، یعنی طوری می‌بینید از جمهوری اسلامی ایران خیلی زیاد. گلیورا جمعدیدова از قزاقستان و فرهاد یوفقов از تاجیکستان در این بخوری مسئولیت دارند. دوباران این بخوری هستند و حالا طرز میبینیم. خوب یک تا کوگر از کنار با پیروانی اوبی هست اینجا که می‌بینید که روبروی ما هست. این یک تا است. ایسان زوری باشد از طرف دیگر و ببینید این علاقه یک تا کوگر با میدان آمد. هر دو به میدان آمدند. خود لحظه با می‌رسد که حالا اینجا حالت گردنی بدن و وجود باید و آنها آماده شوند به این بازی. باز یک تیم دیگر با شرکت ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران. این بازیگری است که در اینجا هم حضور دارند. حالا با باز یک تا خوبر شده می شود. خب در این بخوری که حالا سر می شود چی رو ما دیدن ما ممکن است. پیش از همه اینجا یک هنرنمایی خوب رو ما از یک تا دیدیم. یک تا کوگر در دور اول با بادمینتون بود قرغیز طلایگل دورارова و آزمود با ایستای 21-4 21-5 ظفر یافت. حالا اینجا همین یک تا کوگر هست که ضربه میزند. بعدا در این برابر سیاحت گروپلیه و از تاجیکستان در دور دوم با این بانوی ایرانی رقابت کرد. 21-4 21-8 بود. یک تا کوگر اینجا هم به پیروزی رسید. سپس در این برابر در دور بخوری‌های نیم نهایی اعزازه یخشلیکова 17-21 21-19 21-18 یک تا کوگر با ایستای 2-1 ظفر یافت و طوری می‌بینید اینجا بخوریش با بادمینتون بازی ازبکستان اعزازه یخشلیکova که حالا اینجا دوستانی که شما شاید یکی از آنها رو خوب دیدید. اینها بازیگران ازبکستانی بودند. بادمینتون بازیگران ازبکستانی که در اینجا همتون نداشتند. این بخوری هم میانی 15 ساله ها هست. 17 ساله ها ما در مورد آخر خواهیم رفت و بازی شروع می شود. ایستای برابری در میدان 1-1
سه بر دو است و ما این لحظات بازی دو بادمینتون باز رو ببینیم که خیلی در رفتیم بازی رو جلو بازی کردن. اگر من باشیم گفتم چگونه بود و همین وقتی که ما میبینیم اینجا یک خوبر در نزدیم و شما بر اعلا نمایان بود و این از آن دور بازی کردن ها هست. حساب برابر می شود. شد یک تا خوبر اینجا درست است، همه جای بر جای و اکنون تغییر می‌یابد. یک تا خوبر، پنج ایسان زورئی، چهار و باز یک ضربه نهایت خوب. چی میگه دوبار میگه ضربه میدون است. اگر ضربه میدون است پس 6-4 است. و ختم میکند یک تا خوگر، 5-6 ایسان زورئی. سوخش رو برای خواهد ماند. کتا بازی میکند و حریفش را دیدیم و ببینیم ایدون میزند برابر بشد. 6-6 خب نسوی گروهی در خود از سوی دستوی و یکی تو رو بینید چگونه توجهش به این ولن است، به این توپ است. بسیار بلند میزند و موفق هم میشود و اینجا در بیرون از میدان است. ایسان زوری بوری اول در این بازی یک تا خوگر در میدان ارزیابی میشود. خوب یک تا باز برترش رو بیشتر سوخت 8-6 یکونه همون بشکوری که در رفت این بازی خوب یک تا گوهر داشت. این بخوری با اجازه یک شلیک و از ازبکستان بود. اینا در جفتی بونوان هم بازی کرده بودن. اینا هم در جفتی بونوان باز در فینال بازی میکنن. یعنی دو نفره هستند که در مدار این بازی خوب و دستاورد نظر است در تاجیکستان سازوار شدند. حالا باز دیگر این یک نره از یک تا خوگر بود که اینجا فریاد برآورد و ارسال میکند ولی بیرون از میدان میفرستد. حالا دوباره رو دیدید با دستای کشود نشان داد که توپ از میدان بیرون است. خوب بسیار بلند باز میکنن هر دو ولی ترجیح میدم ایسان زورئی اینجا با اشتباه رو
چگونه دفاع خوب و این ضربه رو دیده، چگونه ضربه خوب بود از جانب یکتا و میانه ستی اول رسیدیم 11-8 و یک لحظه با یک دیگر صحبت کنیم از یک دسته هستند از کشور ایران. نمیدونم ما با یک دیگر چی میگن، اما با یک دیگر نگاه میکنند، توجه دارند، صحبت میکنند. تکرار این لحظه های واخوری منظوری ما و شماست. بله تقریبا ببینیم خیلی بلند بازی میکنند. اصلا کتاب بازی کنید صورت بازی رو اینجا خیلی میتونند، اما اینجا به هر دو آن را انتخاب کردن که بلند بازی میکنند، یعنی صورت بازی کاری پستر هم شود اما دقیقتی هنرنمایی بیشتر خواهد شد و همین شروع بازی با همین گونه در میدان است. خب 12-8 و خوب بود فکر کرده ایسان زوره‌ای یک امتیاز خیلی که نگرفته بود، خیلی امتیاز میگیرد. اینجا دوستان گرامی از جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی سردوبری بخوری هم بر آنها گذاشته شده است. باورانشان هم خیلی زیاد هستند که در اینجا مسئولیت دارند. خب بعد این بخوری ما و این بخوری که ما میبینیم در مجموع ششمین بخوری نیایی هست که اینجا میبینیم 3 تا 6 ما توسط گذاشته مستقیم ما دیدید عبدالرحمن بازی میکنن. حالا ببینید یک لحظه دیگر زوره‌ای باز یک ضربه میزند خوب از دست زه. زوره‌ای در حالی که یکتا اینجا توجهش کمی کمتر شد خوب استفاده بود همان گوشه های میدان را. حالا همینطور دوام میدهد. بله بارکالله اینجا حالا همان ضربه که باز بود زده شد 11-13. فاصله رو کم میکند، پیچ‌ها را تقریبا نزدیک می‌آورد. یک تا حالا گفت متوجه باشید و بعدا برگشت قبول میکند. ایسان باز بلند میزند و موفق هم میشود. 12-13. اکنون من کتاب بازی کنی میبودن ولی برای ایسان بلند بازی کردن بهتر است. وضعیت دشوار را پشت سر میکند و باز موفق میشود که این را برابر 13-13. در یک مورد ببینید او حرکت 5 امتیاز را به سبب دستاوردهایش ماند. 8-11 بود و 13-13 و یک سلویش دومی بیابند ایسان را. اینجا در بله برگشت به خود یک تا خوگر 14-13 و همین رو هم دوستان گرامی گفتنی هستیم که البته مخلصان شمارتشان زیاد نیست ولی بازی نو است، کم در تاجیکستان میگذرد.
من گشتم که فدراسیا بسیار هم کوشش زیاد کرده و اکنون اصلا زوره‌ای پای در پای این چیزها رو ساده از دست می‌دهد. اشتباه‌های خطاهای ساده‌ای رو ما اینجا می‌بینیم و باز یک امتیاز دیگر 17-13 یک تا با وقتهای آخر بیشتر نزدیک می‌شود. بینشان 4 امتیاز فرق است. این بسیار است در بادمینتون. یک امتیاز رو خیلی زیبا می‌گیرد. احسان زوره‌ای و چی بود اینجا اشتباه بود. اشتباه هنگام ارسال از جانب احسان زوره‌ای. باز که تو بودیم در یک جا در یک حالت خوب دولاران بازی بکنن و احسان اینجا پیروز است. 15-18 هنوز 3 امتیاز بین آنها فرق می‌کند. احسان باز همون اویسته بازی کردن و بلند زدن رو پیشه خود می‌کند. 15-19 در سیت اول و حالا یک نقطه دیگر، یک امتیاز دیگر، یک خال دیگر برای یک تا توگر لازم است و این سیت رو به منفعت انجام دهد. یک امتیاز از دست بدهد. 16-20 زوره‌ای بلند بسیار هم بلند فرستاد و سیت اول با حساب 21-16 به پایان رسید. یک ترسیف حالا اینجا به ما یک تا خوبر رو نشان می‌دهند. در این وقتی بود یک بازی دیگر اینجا تمام را سیف‌الدین مختار از ازبکستان با مهدی خلیلیان نجف دو آبادی بازی دارد. نیلوفر سیدوار دوباره اون مخوری محمد عدبوی همچنین مسئولیت دارند در این خوبی. خب اکنون سیت دوم شروع می‌شود. به ما احسان زوره‌ای را برجسته نشان می‌دهند و یک تا خوگر وارد میدان می‌شود. با احسان زوره‌ای آب می‌دهد. دیلیورا جمعدیلова از ازبکستان در این وقوعی است. ولی جالب‌تر از این بازی من فکر می‌کنم که وقوعی سیف‌الدین مختار با مهدی خلیلیان نجفی بوده است. صدای اون ضربه‌ها رو شما می‌بینید. بله مردم ضربه‌هاشون سخت‌تر بیشتر هست که اینجا پیگیر می‌شود و مخلصان هم جاری کفتوری‌ها را به استقبال آنها می‌فرستند. شروع از یک تا خوگر
تو اولین امتیاز رو به دست می‌آورد. ولی همینطور هم هست ایسان زوری ایسان اگر ببینید از گوی روانی بسیار هم توانا هست، حتی سروسیمن است. دو بر صفر، دو بر یک معذرت میخوام، یک ارسال غلط بود. دو بر یک تو بر تصویبش. خب باز یک امتیاز دیگر برابری در میدان. امروز دوستان گرامی در تلویزیون ورزش روزی جدو است. بعد از این صورتی ما شما گزارش را از مسابقه استادانه جدو میبینید. حالا یک تا خوبر رو برابر کرد، سه نمایندگان شاید سفارت‌ها اینجا هم حضور دارند. در یک لحظه اینجا ما دیدیم. حالا باز تلویزیون بشود این بخوری. و ما بزند خود تو در آوت بود تقریبا یک تا باید این تو رو نمیگفتم و گرفت و ایسان 4 یک تا خوبر 3. حساب اینجا برابر بشه 4 صورت این بازی نسبت به بازی‌هایی که پیشتر دیدیم کمی پایان‌تر است. پنج چهار اشتباه در ارسال، چون این اشتباه اصلا کم رخ می‌دهد. سومین اشتباهی است که هنگام ارسال ما اشتباه با هم می‌بینیم. و باز برابری 5 بر 5 در میدان با وجود می‌آید. حداقل دو اشتباه یقینا از جانب ایسان زرعی یک تا باشد. خوب در رو اینجا مثلا پیش می‌برد 6-5. چگونه مبارزه برابر 6-6. بعد انجام وقوعی رسمی پوشیده شوی مسابقه و همچنین سپردن جایزه ها صورت میگیرد که این حالت هم در برنامه‌های ما پیش شما میگردد. اینجا یک تا خوگر خطا کرد، بیرون از میدان است. ایسان زوری با صفر پیش میبرد. خب الحال اینجا یگانه از این بادمینتون بازان یکدیگر را دور نمی‌فریزد. اکثر حالا حساب باز بیشتر می‌شود 8-6.
در این حالت که ما شما دیدیم در بلوی میدان است. 2-6 ونمود کرد که دور بدن میزند اما پس زد ولی با آوت فرصت و بازم برتری بیشتر میگردد برای ایسان زوری. در سه امتیاز پیش شد توی مدت در سیتی اول نبود. اینجا یک مدت بود که ما بری اول با اون بکنیم ایسان زوری پویش لنجید و از اون یک تا خوگر کل اونچون زد که در اونجا دیگر ایسان زوری پیدا نمیشد. در اون نشسته بود از جای برنخورد. حالا باز یک جوابات خوب برای یک تا و شماره نومی امتیازهایش رو به دست می‌آورد. 10-9 برابری 10-10 حساب آهسته برابر شد و چون اگر یک تا پیروز شود ولی 11 یک چگونه پای در پای امتیازها رو به دست می‌آورد. زورایی باشد یک مدت تشنگی میشکند و یک تا هم از دستی او پیدا می‌روند. و این نکته بودم که حالا ما شما با هم دیدیم. لحظه‌های آرام و زیبای این نیمه سیتی دوم یک بر صفر به نفع یک تا است. کجا بود؟ بیرون از میدان برابری است. 11-11 این توپ‌هایی که ما شما می‌بینیم اصلا سنی هستند ولی بیشتر در گذشته در زمان‌های پیش از پری پرندگان هم ساخته می‌شدند که آن صورتی پروازی توپ یا خود بالر رو جلوتر می‌کرد و بازی بادمینتون از سال 1992 در بازی‌های المپیک بله در بازی‌های المپیک راه داده شد و در آنجا مسابقه‌ها از روی بادمینتون هم صورت می‌گیرد و باز یک نمودی المپیک است که ما اینجا می‌توانیم مورد انفرادی ورزشگران تاجیکستان رو بالا برداریم و توانیم رقابت‌ها رو به دست آوریم. در این لحظه‌ها من می‌بینم که ایسان زوری کمی شاید مانده شده باشد. حساب برابری در نمالوی ما هست. باز یک بار دیگر باز یک اشتباهی ایسان زوری یک تا خوگر در صفی پیش است. خب البته نمیدونم خوگر این فارسی است یا چی دیگر خوگر شاید باشد اما چون دیدم تلفظش خوگر است. یک تا خوگر
یک تا با تمامی صدا اینجا سالار رو می‌لرزونم، چون که پیشرفت است و در صورت غلبه کردن می‌تواند چمپیون شود، اما خطا می‌کند. 13-16. خوب میدان‌ها با طرح 13 و 4 و 5 18 متر استفاده می‌شوند. خوب برای اونایی که جفتی بازی می‌کنند کمی دیگر گونتر 13 و 4 و 16 متر مربع در میدان بازی می‌کنند. خوب دیگر چیزی که در این باره علاقه همکاران در گزارش شما گفتند مورد توجه نیست، اما بادمینتون هم جایزه‌های بزرگ دارد. اگر در مسابقه‌های بین‌المللی جهانی حوالی $12,000 می‌گیرد، جای دوم $10,000، اونایی که در بازی‌های نیم نهایی فیش می‌کنند $8,400. اما باز هستند دیگر مسابقه‌هایی که در مجموع $200,000 جایزه دارند. این در حقیقت خیلی زیاد است. یعنی پیش رونده است و برمیگردیم به بحث تنیس و بازی نهایی که حالا احسان زورئی با یک تا خوگر با هم رقابت دارند. 1-0 یک تا در سری پیش است. 21-16 نتیجه ست اول. ست دوم 18-16 یک تا در سری پیش است. هر دو تا باز میکنند و ضربه یک تا رو برمیگردند. زورئی در میدان و زورئی 17 امتیاز 17 شد و خود می‌آورد. یک امتیاز بینشان فرق است. حالا برای عرق جبین توضیح می‌کند احسان زورئی. خب باز 19 شد. یک تا اینجا یک امتیاز رو گرفت. بله یک امتیاز دیگر 20 و ارسال تنیس از جانب یک تا خوگر اجرا کرده می شود. اگر احسان جواب درست سرابری نداد پس بازی تمام 2-0 21-17 21-16 نتیجه این دو بانی دختران ایرانی هست که در فینال بین 15 ساله ها تا 15 ساله ها صادر شد. همین طریق یک تا خوگر جای اول و احسان زورئی جای دوم را گرفتند. بسیار 16-21 این از آن دولت میکند که اینجا دوستان گرامی گروه بادمینتون بازان تاجیکستان بودند که نشسته بودند اینجا در مقابل این بانوان بازی کردند در مقابل بچه‌ها چون اینا نورسون هستند. دختران و پسران که حتی هم نخواهیم کرد به هر نوع اینجا این بخوری پایان رسید و انتظار می‌شویم بخوری پایان را که اینجا جفتی تنیس بازان به میدان می‌آید. امیرعلی احمدلو با شاهمیری امیرعلی یک جویا در مقابل جنبولت که جعلی از قزاقستان و مصطفی ملیکجان از قزاقستان